شب 13 سپتامبر سال 2022 وضع در مرز بین ارمنستان و آذربایجان دیگر باره متشنج شد. در جریان زدوخوردهای مسلحانه از جانب ارمنستان بنا به تصدیق رسمی وزارت دفاع این کشور 49 عسکر و افسر ارمنی کشته شدند. وزارت مدافع آذربایجان به نوبت خود از هلاکت 50 سرباز و افسر آذری خبر داد. وزارت مدافع ارمنستان گفت شهرهای نزد مرزی ستوک، وردنیس، گورس، کپان، ارتنیش و اشخنسر از جانب نیروهای آذربایجان بمب باران شده است. گفته می شود ارتش آذربایجان از هواپیماهای بی سرنشین و مینومیات‌ها استفاده برده انشاءات ملکی را نیز هدف حمله قرار داده است. وزارت مدافع آذربایجان به نوبت خود ادعا دارد که نیروهای ارمنستان در طول مرز دولتی دو کشور دست به دیورسیای بزرگ مقیاس زده گروه‌های دیورسانت‌های ارمنی با استفاده از تاریکی شب راه‌های تأمین ارتش آذربایجان را مینه‌خواری کردند. در نتیجه این همه منجر به زدوخوردهای مسلحانه شد. آذربایجان خبرها درباره به قلمرو ارمنستان وارد شدن نیروهایش را رد کرد. بحث قلمرو بین ارمنستان و آذربایجان از پایان سالهای 1980 به این طرف ادامه دارد. ساکنان ولایت قره‌باغ کوهی که اکثرا ارمنند آن وقت با پشتیبانی ارمنستان خود را از هیئت آذربایجان جدا اعلام کرده ماه سپتامبر سال 1991 از تأسیس جمهوری قره‌باغ کوهی خبر دادند. در جریان جنگ‌های سالهای 1988 1994 در منطقه جدای طلب از دو طرف تقریبا 30,000 نفر کشته شدند. سال 2020 در پی موج نو مناقشه‌های مسلحانه آذربایجان ناحیه‌های اطراف قره‌باغ کوهی را دوباره زیر نظارت خود آورده شهرک قدیمه شوشه را ضبط کرد. روز بعد اشغال شوشه پرزیدنت آذربایجان الهام علیف، سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سازشنامه درباره قطع جنگ در این منطقه را امضا کردند. این سازشنامه منطقه‌ای را که آذربایجان در جریان مناقشه اخیر پس گرفت در اختیار باکو باقی گذاشت. بر اساس این سازشنامه در خط جبهه بین دو طرف نیروهای حامی صلح روسیه مستقر کرده شدند. آذربایجان و ارمنستان دو کشور سابق شوروی بوده در قفقاز جنوبی جایگیر شدند. آذربایجان 10 میلیون و ارمنستان همگی 3 میلیون اهالی دارد. آذربایجان که صاحب ذخیره‌های سرشار نفت و گاز است در سالهای آخر با استفاده از فایده‌های هنگفتی که از حساب فروش نفت به دست می‌آورد توانست ارتشش را خیلی قوی‌تر کند. ارمنستان بیشتر به دست کمک روسیه و همچنین لابی‌های به قوت ارمنی در کشورهای غرب امید می‌بندد.